دختر پولپرست این نشونه ها رو داره. یک، اولین سوالاتی که در زمان آشنایی ازت میپرسه در مورد شغل، محل زندگی و درآمدته، نه خودتو گذشتت. دومی که شما رو مدام به مرکز خرید میبره، یعنی به هر بهونه‌ای میخواد بکشونتت به مرکز خرید. سومیش چیه؟ مدام از نداشته هاش میگه، خیلی دوست داشتم فلان گوشی رو داشته باشم، یا میاد از داشته هاش ایراد میگیره، گوشیم قدیمی شده، لباسام تکراری شده. چهارمیش چیه؟ از خرج کردن اکسش یا دوست پسرای دوستش بهت میگه که نمیدونم اکسم انقدر برام خرج میکرد، فلان کادو رو میخرید. پنجمی چیه؟ پیشنهادهای گرون میده، بهش میگه کجا بریم رستوران، میگه فلان رستوران ایتالیایی. ششمیش چیه؟ اشتباهاتت رو با خرید کادو میبخشه، فقط بقیه رو تو بگو.